ساکنان شهر کومانووی مکدونیا زیان به خانه‌ها و مالکیتشان از برخورد مسلحانه را که شب 9 می آغاز یافته باعث فوت 8 افسر پلیس و 14 سلاح به دست شده بود ارزیابی می‌کنند. به قول مقامات محلی در بین سلاح به دستان 5 نفر شهروند کوسووی همسایه بودند. در سال 2001 مکدونیا شاهد نزاع میان آشوبگران البانی تبار محلی و نیروهای حکومتی شده بود. در شهر کیف هواداران 34مین زادروز خلبان محبوس اوکراینی نادیا ساوچنکو را که اخیراً وکیل پارلمانت هم انتخاب شده است جشن گرفتند. او در ماه ایول حبس شد. ساوچنکو میگوید جدایی‌خواهان رو به مسکو او را در شرق اوکراین غیر قانونی ربوده به روسیه انتقال دادند. روسیه ساوچنکو را با دست داشتن در کشتار 2 روزنامه‌نگار در شرق اوکراین متهم می‌کند، ولی او این عیبنامه را قبول ندارد. به نشان اعتراض از بازداشت غیر قانونی، ساوچنکو بیش از 80 روز گرسنه‌نشینی کرده است. در پایتخت سربیا شهر بلگراد گروه مخالفین جنگ با نام زنان سیاه‌پوش نمایشنامه به صحنه گذاشته در آن از آشکار نمودن جنایت‌های حربی پشتیبانی کرد. این نمایشنامه رسا 1 ماه پیش از 20مین سالگرد کشتار دسته جمعی مسلمانان در سربرنیتسا دایر شد. ماه ایون سال 1995 نیروهای سرب‌های بوسنیا در این منطقه تخمیناً 8000 مرد و جوان مسلمان بوسنی را به قتل رساندند. گروه زنان سیاه‌پوش با دیگر سازمان‌های غیر دولتی همکاری راه اندازی نموده، آشتی بعد جنگی و اعتراف حوادث جنگ‌های نیمجزیره بالکان را ترغیب می‌کنند. در شهر کابل پیروان حزب مشارکت ملی بر ضد کوشش‌های حکومت این کشور در مورد تنظیم مذاکرات صلح با طالبان صدا بلند کردند. آنها طالبان را گروه تروریستی نامیده ابراز داشتند که این گروه نباید در مذاکرات شرکت کند زیرا به صلح باور ندارد. اخیراً منصبداران حکومت افغانستان و طالبان در قطر با هدف تنظیم مذاکرات صلح یک ملاقات غیر رسمی برپا نمودند.